الله تعالی میگه توی این کره خاکی گمراه ترین انسان کی میتواند گمراه تر باشد از اون انسانی که یدعو من دون الله، میخواند غیر از خدا. من یک چیزی به شما میگم مسلمان ها، ناراحت نباشید، قرآن خدا را بفهمید، تلاوت قرآن عشق دارید، به معانی قرآن هم متوجه بشید که پردای قیامت با اشتباهی به محضر خدا نری و اونجا دیگه قسم ها نخوریم که ما نکردیم، والله ربنا ما کنا مشرکین. قرآن میگوید، الله میگوید چه کسی گمراه تر است از اون انسانهایی که یدعو من دون الله، فریاد میزنند میخوانند غیر از خدا، غیر از خدا.